از بس که چند صد ساله حکومت سیاسی نگه داشتن دولت در دست ما نبود، نسبت دولت بی تفاوت شدیم. مثلا ما برای حفظ زبان، حفظ وطن در عموم به معنای مفهوم عمومی، حفظ فرهنگ، اخلاق حساسیت داریم، ولی برای حفظ دولت حساسیت نداریم، چون که همین مفهوم در ما همیشه بیگانه بوده است. همون میگفتیم دولت منقی چپش ها با بهتر، خونه همین دولت تیموری خیلی میشکنه، میگیرنش نمیگیرنش با بهتر، چون که از ما نبوده است. ما همیشه حسی بیگانگی داشته. برای همین ملت ما همون دولت داری را، حفظ کردن دولت را همچون یک ارزش شخصی ندارد. این آوازی اگر گیم که خواهر شما در یک بچه گپ پرتفته چند کس همی موی سرش میخیزه گویا ناموسی مرا، ولی بگه دولتی تیا نه چشمش سرخ میشه نه موی سرش سیخ میشه، گویا که یک خبر شنیده داخل. چرا؟ چون که همون دولت همچون ناموس، همچون ارزش شکل نگرفت از در وجودش. بنابراین حالی کوشش‌های من این کتابی دیدگاه دولت محور نوشته بسیار روزی دراز برآمد میکنه. همین ایده من این است که دولت را همچون مفهوم در سیستم ارزش‌های ملی جا کنین، در نظام ارزش‌های شخص که او مثلا معلم است، آشپز است، اینا بوفتچی است، اینا نمیدونم دکتر است، کسی هم دولت یک گپ زد به همین کفلز در سرش میزنه، میگه تو دولت. ولی روی یک آشپز که خواهرش یگان اشاره کنی ممکن یک کفلز زنه، نه میگه دولت شیگان چه بگی هیچی، میگه سومی اوقاتت برای خوردن. خب بنابراین دولت رو مثل خواهر، مثل برادر، مثل ناموس، مثل مادر، مثل مادر در سیستم ارزش‌ها جا کردن در کار. اون وقت حفظ میشد. حکومت می آید می رود، ایواز میشد، وزیر ایواز میشد. ای وزیر نوروزی خیلی یگون مقاله می نویسه یا که ایواز میکنه، نه که دولت ایواز نمیشه. دولت این یگونه سرمایه خانه ایماست که در همون بعد دولت که حفظ کرده انا که در داخل او دینی میکنی، دموکراتی میکنی، دنیاوی میکنی، کمونیستی میکنی، سوسیالیستی میکنی، بحث سیاسی میکنی و این مسئله دوم، ولی اصل حمایه دولت.